چاره ای نداریم جز این که قوی باشیم، چاره ای نداریم جز این که محکم باشیم، چون خدا با ماست و خدا وعده داده قطعاً باقی مسیر رو او اصلاح خواهد کرد. حالا همین که ما میگیم خدا اصلاح میکنه، یکی از مسائلش همینه. میگه من خدا میدونم توی بنده من شیطان، چه جنی چه انسی، همش داره مغز تو رو از ما نمیتوانیم پر میکنه. واسه همین هر روز به تو میگم نماز بخوان، در اون نماز حداقل 10 بار در روز باید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. من از تو مدد میگیرم خدایا، عون من، یار من و قوه من تو هستی. این نماز رو جدی بگیرید، نماز رو جدی بگیرید. استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این نماز رو که ازش مدد بگیری، قدرت بگیری، البته خب برای کسایی که فروتن و خاشع نیستن سخته، ولی اگه جدی بگیری اون وقت میشه ستونت. نماز ستون دین که میگن یعنی بهش تکیه میکنی، با قدرت او جلو میری و میدان رو پر میکنی از رزماوری تو. ولی اگه نمازت تباه باشه قطعا تو رو تباه خواهد کرد. اگه نمازت همون دور از جون کلاغه باشه که نوک میزنه، اون نماز در روایت هست میفرماید اون نماز تو رو تباه خواهد کرد، چون اون ستون توه. اگه یه برجی رو، یه ساختمونی رو روی هیچ و پوچ بدون ستونهای قوی بسازی، با یه بادی میفته. محکم بزن اون ستون رو بر زمین و بهش تکیه کن. ندیدیم نمازگزار درست حسابی که احساس ضعف بکنه، بگه من نمیتونم کارهای سخت انجام بدم.